این اولین چا از 100 چاییه که قراره توی این ویدیو بسازم. وای اوه لعنتی. آب اومد. وای. شما همین الان شاید یه روستای کوچیک تو کنیا بودید که در کمتر از 1 ثانیه به آب تصفیه شده آشامیدنی دسترسی پیدا کرد. یکی رو ساختیم، حالا فقط 99 تا چای دیگه تو آفریقا باقی موندن. این 100 تا چا به 500,000 نفر از مردم آب آشامیدنی تازه میده و بعد از ساختن چای بیشتر تو حاشیه کنیا به جنوب و سیستم آموزشی نایروبی میریم و بزنید فقط بگم که واقعا از دیدنم خوشحال شدن. چه خبرها؟ انتظار اینو نداشتن. بابت خوش آمدگویی ممنونم. مطمئن نیستم چه واکنشی باید نشون بدم. از همتون واقعا ممنونم. مردم این روستا برای ورودمون یه جشن خوش آمدگویی رو انداختن و نولان جوگیر شد. نولان زایترین آدمی که من تا حالا دیدم. تازه دارم کارشو نادیده میگیرم و بعد از اینکه مدرسه رو بهمون نشون اینم از مهمونمون. چه خبرها؟ بهتون خوش میگذره ها؟ یکی از معلم‌ها بهمون نشون داد که در حال حاضر بچه‌ها از کجا آبگیر میارن و گفت که از این رود آب میخورن و واقعا برای خوردن سالم نیست. قبلا بچه‌ها از این آب میخوردن؟ آره. واقعا عجیبه. دانش آموزا همینطور دچار اسهال و تیفوید میشن. همش هم به خاطر آبی که ازش استفاده میکردن. سعی کردیم درمانشون کنیم، اما خب همونطور که میبینید در نهایت باید بازم از اینجا آب بخورن. این وضعیت واقعا غم انگیزه. جون این بچه‌ها در خطره و بعضی مواقع به خاطر اینکه مجبورن آب ناسالم بخورن عمر کوتاهی دارن. اما حداقل در این روستا همین الان به این وضعیت پایان میدیم. فکر نکنم اندازه جان باشه. بس ببینم میتونیم یکم آب پیدا کنیم یا نه. وای خدای من این آبه. خدای شکر. داره بارون میاد. بعد از اینکه آب از زمین بیرون اومد وارد بشقابی بزرگی مثل این میشه و وقتی که برجای آب ساخته شدن تمام روستای همسایه نه تنها آب تمیز آشامیدنی دارن بلکه منبع آب پرفشار هم دارن که به زبان خلاصه یعنی دیگه با آب ناسالم لباس نمیشورن. بکش بالا. از یک تا بابای نولان چرا سنگینه؟ 2 برابر بابای نولانه. به خدا میندازمت پایین. خیلی خوب، اینم از این تحت کنترل کامل. ما 20 چای دیگه تو کنیا درست کردیم و بعد از اینکه کارمون تموم شد داداشمون یه چای دیگه هم اونجا داره. تو اون یکی لنگ کفش هم آب بیشتری دارن و فقط برای اینکه بدونید چطوری این 29 چاو ساختیم ما از یه دریل خیلی بزرگ استفاده کردیم تا صدها متر تو زمین رو بریم پایین و از منابع آلوده رد بشیم و وارد یه آبخانه خالص از آب آشامیدنی بشیم. بعد از اون وقت زیادی صرف نصب لوله‌ها کردیم تا مردم بتونن از طریق شیرهای آب به آب دسترسی پیدا کنن. خب بذار ببینم چه مزه‌ای. آره مزه آب میده. تقریبا 1 دقیقه وقت برد تا بتونم این دبه 5 گالونی رو پر کنم. این در روز چقدر آب میتونه تولید کنه؟ روزی 3600 گالون. این نه تنها 400 بچه مدرسه رو پوشش میده بلکه کل محله و روستای دور مدرسه هم میتونه پوشش بده. بابت آب ازتون ممنونیم. خواهش میکنم. این به معنی واقعی میتونه تا 30 سال بدون توقف آب پمپ کنه. شاید با خودتون فکر کنید که همچین تاثیر بزرگی منابع و سرمایه یه دولت بزرگ لازم داره، اما اینطور نیست. حل کردن این مشکل ممکنه و یه چیزیه که بشریت باید تلاش کنه تا درستش کنه. راز موفقیتت چیه؟ صادق بودن، پیدا کردن کاری که دوستش داری و ادامه دادن اون. حالا قرار حسابی نزدیکش کنم. ما رو میبینی؟ بالیست که بالا رو نگاه کنی داره از همون فیلم میگیره. کار بالا نزدیکش میکنه. ها؟ آره خودتون میتونید ببینید. ما تونستیم برای این روستا هم چاه بزنیم و این روستا و 12 روستای دیگه و آخرای کارمون تونستیم یکی از مدرسه‌هاشون رو با کامپیوترهای جدید ارتقا بدیم. نظرشون چیه؟ اونا عاشقشونه، خوششون میاد. خوشحالم که خوب پیش رفت. کلاس‌ها رو با نیمکت جدید ارتقا دادیم و قفس‌های جدید که با یه عالمه کتاب جدید پر شدن براشون نصب کردیم و به هر دانش آموز یه توپ فوتبال دادیم. و وایت بوردهای مدرن و پروژکتور تو همه کلاس‌ها براشون نصب کردیم. از پروژکتور خوشتون میاد؟ بله. ما از گچایی استفاده میکردیم که یه عالمه گرد و خاک درست میکرد، اما امروز همه چیز تمیزه. واقعا ازتون ممنونم. حداقل کاری بود که ازم برمیاد. بعدش رفتیم سر 45مین چاه. متوجه شدیم که اینجا خیلی وضعیت بدتره. هر دفعه که می‌خواستن آب بگیرن باید از یه مسیر خیلی طولانی از وسط جنگل رد می‌شدن و این مسیر طولانی از روی کوه هم رد می‌شد. من هر روز ساعت 4 بیدار میشم تا برم و برای بچهای مدرسه آب بیارم. اینجا آب گیر آوردن کار امنی نیست. اون مسیر خیلی لیزه و احتمال صدمه بالاست. پس وقتی رو چاهشون کار می‌کردیم مردمشون منو بردن تا ببینن چطوری آب جمع می‌کنن. شما روزی چند بار باید این مسیر رو بیاین؟ 2 بار. روزی 2 بار؟
پس یه دانش آموز عادی همچین چیزی رو با خودش حمل آره. می‌کنه. خدای من، اگه 200 تا دانش آموز هر روز این کارو میکنن چقدر میتونه سخت باشه؟ خیلی سخت. او پسر لعنتی، خیلی شیب داره. انگار تو ابد قراره تو این کوه قدم بزنی. هر روز همینه. واقعا برام عجیب بود که این مسیر انقدر سخت و طاقت فرساست و همه این مردم هر روز این همه راه میان تا به این شیر آب برسن. این آبم اصلا سالم نیست. این چه جایی که معمولا شما ازش آب آره. می‌خورید؟ و وقتی این دبا با آب پر میشن 45 پوند وزن دارن که بلند کردنشون توسط این بچه اونم تو این کوه واقعا دیوونه کنه. خانوما میتونن 2 تا از اونا رو هم آو، میکنن. پس منم حتما میتونم. و دقیقا موقعی که دبا پر شدن وقتش بود که برگردیم. عجله کنی بذاری بریم. اون حتی عرقم نمیکنه. نه خودم میارمش. و حالا به جای ساعت رو صرف کردن برای آب نسالم، چاه جدیدشون فقط 10 قدم با مدرسهشون فاصله داره. پس حالا میتونن همینجا پرش کنن. من چقدر خسته شدم. و وقتی به روستایی بعدی رسیدیم که 46مین چاهمون رو ساختیم، یه مشکلی پیش اومد. متوجه شدیم که یه رود خطرناک و بزرگ این روستا رو نصف کرده و شاید الان خیلی به نظر نیاد، اما وقتی فصل بارون برسه آب تا این حد بالا میاد و به معنای واقعی پلو نمیاد. و دلیل اینکه این پل انقدر مهمه اینه که این روستا اونجا هستن و بیمارستان و مدرسه هم اون طرف دیگه هستن. بنابراین روزی چند بار باید از این پل رد بشن. با اینکه خیلی پل خطرناکه، تنها راهی که دارن همینه. وقتی رود طغیان میکنه مردم، دانش آموزا و یا حتی حیوونا رو میبله. تو چند روز 3 نفر رو ما از دست دادیم. از دست رفتن جون مردم به این دلیل واقعا غیر منطقیه و قابل قبول نیست. وقتی این خبر شنیدیم میدونستیم که باید کمک کنیم. پس وقتی که کارمون رو روی پل جدید شروع کردیم تا بتونن با خیلی راحت رد بشن، خب بیشتر از 2000 مایل از کنیا به کشور زیمبابوه سفر کردیم. یه هفته آفریقا بودیم و هنوز چای زیادی برای درست کردن باقی مونده. یه جورایی بو میدی. خیلی عجیبه. امروز صبح همون بوده. اولی هدفمون این بود که یه بیمارستان محلی رو بررسی کنیم که نیازی زیادی به آب سالم داره. هدفمون این بود که یه بیمارستان محلی رو بررسی کنیم که نیاز زیادی به آب سالم داره. وقتی وارد شدیم فهمیدیم که چقدر تاثیر بزرگی روی روستاها داره. تو یه سال چند تا بچه اینجا به دنیا هر آوردیم؟ ماه نزدیک 50 تا. پس سالی 600 تا؟ آره. وای. اما متاسفانه مادران حامله این کلینیک باید 1 مایل راه برن تا فقط به آب برسن و این سطلای بزرگو این همه راه برگردونن. هرچند خبر خوب اینه که ما پول ساخت یه چای مدرن رو براشون دادیم. تنها کاری که باید الان بکنیم فعال کردنشه. خیلی خوب. نوران تو آمادی؟ آماده‌ام. تمام. حالا بیاین یه زوم دراماتیک داشته باشیم. دارم دکمه فشار دادم. کار میکنه؟ داره پر میشه. میخوای یه نگاهی بهش بندازیم؟ آره. باشه. پس بریم تو کارش. خیلی خوشحالم که مردم الان آب خیلی سریع به دستشون میرسه. به معنی واقعی باحال‌ترین چیزیه که نوران می‌بینیم. واقعا رقاص واردیه. به تو ملحق میشه. چرا همش من باید برقصم؟ آخه نمیفهمم. داره چی کار میکنه؟ بیا. خدا دیگه مجبورتون نمی‌کنم اینو ببینیم. با وجود اینکه مطمئن شدیم به آب تمیز دسترسی دارن، خیلی از دانش آموزای این روستا حمل و نقل درستی ندارن. پس تصمیم گرفتیم به همشون دوچرخه بدیم. میدونم به نظر میاد بچه‌های زیادی هستن، اما ما هم دوچرخه‌های زیادی گرفتیم. دوچرخه سواری بلد نیستم. جیمی فقط بلد دوچرخه بده به اینو. هیچ وقت یاد نگرفتم که چطوریه. بیاین همه دوچرخه‌های جدید امتحان کنیم. 3 2 1 برید. همه دارن از هم رد میشن. مراقب باشید. من دوچرخه سواری بلد نیستم. میخوای تو سوار بشی؟ خیلی خوب برو تو کارش. ای فسخری. بعد از دادن دوچرخه همینجور چاه ساختیم تا رسیدیم به شماره 69. این چاه با نیروی خورشیدی ساخته شده تا به کشاورزای این روستا با تهیه کردن مقدار زیادی آب برای محصولاتشون و استفاده روزانه‌شون کمک کنه، حتی در موقعی که خشکی است و برقی وجود نداره. هر پنل 200 وات برق تولید میکنه. بعدش هم به یه پمپ وصل میشه. اون پمپ هر ساعت میتونه 5000 لیتر آب بفرسته. یه جورایی برای کل این روستا منبع بی‌نهایت محسوب میشه و این شگفت انگیزه. بعد از اینکه از زیمبابوه رفتیم، می‌خواستیم برای کل جوامع دور تا دور آفریقا آب تهیه کنیم. پس تو اوگاندا، سومالی و کامرون چاهای بیشتری ساختیم. اگه بیشتر می‌خوایم ببینید که تو کامرون چیکار کردیم، به زودی یه ویدیو کامل جدید تو کانال بشر دوستی ازش بیرون میدیم. وقت گذروندن تو این روستاها واقعا بهم نشون داد که چاه ساختن چقدر امر واجبیه و برای مزرعه و سیراب کردن مردم ضروریه. تازه درک کردن که چقدر برای تمیز نگه داشتن بیمارستانا و مهمتر از اون کمک به بچه‌های نسل بعدی که بیشتر زنده بمونن و زندگی سالمی داشته باشن و آینده برای مردمشون بسازن اهمیت داره. ما منتظر بودیم تا بتونیم آب سالم بخوریم. آب زندگیه. و با کمک محلی‌ها بالاخره تونستیم یه پل جدید درست کنیم که مردم میتونن تا 100 سال آینده ازش استفاده کنن. جون مردم رو نجات دادید. حالا خانواده ها کنار هم میمونن. دیگه نگرانی تو این مورد نیست. 100 تا چایی که تو این ویدیو ساختیم زندگی خیلی‌ها رو تغییر داد. اما کافی نیست. واسه همینم میگم به سایت ما برید.
و یا اگه میتونید رو لینک زیر بزنید و پول اهدا کنید. ما از این ویدیو یه سنت هم سود نمی کنیم. همه پول صرف ساخت چاهایی در سرتاسر دنیا مثل همین چاها میشه. میدونم خیلی عجیبه که یه یوتیوبر این کارا رو میکنه، اما بالاخره باید یکی انجامش بده دیگه. و اگه کسی نبود خودمون انجامش میدیم. جاهایی که چاه زدیم زندگی مردم رو عوض کرده. و در آخر خب صدامیش ببخشید واقعا معذرت میخوام.